با امید خدا گفتم که مردم ما یک سیاستمدار شجاع، قاطع، دروغ نگه به مردم افغانستان، همه طور یک رهبر کار داره. ما مردم همه رهبر پیدا کردیم. همه دکتر صاحب ما گفتیم که همه جای آجزم یکان تا یک چیزی خواد گفت، بعد از یک سال باز گپ میزنیم. این گپایی که میگم پاما برادرام هوایی نمیگم، من را دلم بسیار میخوانم، برای که از بین مردم آمدیم. هیچ رقم معاونیت اولا به من رئیس جمهور دادگی نیست و از ما گرفتم نمیتونه. چرا صلاحیت معاونیت اولا یک قبضه خود میگیری؟ یک قدرم خودخواهی، یک قدرم تمرکز گرایی بگویم یا چی بگویم. اگر توی رقم میکنی ما هم یک آدمی ما غیر متمرکز گفتم مبارزه کدام. رئیس جمهور غنی در سفر 6 ماه پیشش به هرات بیش از 30 مقام این ولایت را از کار برکنار کرد و دستور داد که شماری از این مسئولان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. اما هیچ یک این مقام ها نه تنها به دادگاه کشانده نشدند، بل شماری از این مقام های برکنار شده دوباره به وظایف اصلیشان گماشته شدند. که به صورت بنیادی ما بازم بارها گفتیم بهترین رفیق که طفلیم خرکار شد. هر کدام از این دخترها دختر شخصیم است. بنابراین بانوی اول و ما شخصا مسئول امنیت شماست. اختر اغا وقت ده پیغمبر ده اسلام صلی الله علیه وسلم. این صلی الله علیه وسلم کیست؟ حضرت محمد ما شما صلی الله علیه وسلم میگیم؟ ما شما خو میگیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یا و آله و سلم. پیغمبر ده اسلام صلی الله علیه وسلم